Our foundation, College of the Needy. کمک و یاری رساندن نشانه همدلی و انسانیت است. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزانی که بیننده برنامه افطاری با من محمد حکیم راستین از یوتیوب چینل ابا هستیم. امروز هم به یاری خداوند متعال ما تانستیم غذای گرم برای تعداد از عزیزان نیازمند آماده بکنیم. این برنامه افطاری به کمک مالی تمیم اکبر برای عزیزان نیازمند آماده گردیده. پس تا پایان برنامه همراه ما باشید. روزت قبول باشه. خدای سلام خورم. روزت قبول باشه. روزتون قبول باشه. خدمت شما بخیر باشه. احترامات تقدیم خدمت خودت. خدا عزت بده. قربانت شم. روزت قبول باشه. سلام مادر جان، چی چرت داده شیشتی؟ روزت قبول باشه. زنده باشی مادر کم. سلامت باشی. سلام لالا، روزت قبول باشه. خوب هستی؟ قرار است خدمت خودت گفتاری. قربانت شم. خدا عزت بده.
یکی دیگه هم بگیم ببخش خیلی علاقه کردم سلامت باشید توی سابقا خدمت خودت خدا عزتت بده سلامت باشی خدمت خودت بگو لالا خوش نخواه افطار کنازی بکن از طرف بنیاد خیری هوا فقط به تامین کننده معلوم یک دعای خیر بکن خدا عزتت بده قربانت زنده باشی لالا والله قدم یک افتاری باشی خدا عزتت بده سلامت باشی قربان خدا عزتت بده سلامت باشی قربان شما بخیر باشید در پایان برنامه جا دارد از کمک مخلصانه آقای تمیم اکبر صمیمانه سپاسگزاری بکنیم و امروز خیلی دعای خیر در حقشان جمع شد خداوند به برکت از این ماه مبارک رمضان صحت و سلامت نصیب خودش و خانوادهش بگرداند دوستان عزیز این بود برنامه افطاری امروز که تقدیم حضور شما ایزان شد تا برنامه بعد شما ایزان به الله یکتا سپرده شاد و موفق باشید بنیاد اوه کلبه نیازمند